سلام رفقا، چطوری؟ من مدارک هستم. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو جدید دیگه رفقا. توی این ویدیو قراره که بریم آدم‌هایی رو ببینیم که یه قدرت خاصی دارن، یه توانهای خاصی دارن، یه توانایی‌های خاصی دارن. یه مثلا به طور مثال یکی با دستش راحت یه هندونه رو پودرش میکنه، یا مثلا یه 100 تا آجر مثلا نصف میکنه. یه آدمایی که اصلا قدرت عجیب غریبی دارن و اصلا انگار یه جای دیگه کلا به وجود اومدن و اصلا آدم نیست، اصلا یه چیز عجیب غریبه خلاصه. و بریم ببینیم که این آدما قدرتاشون در چه حده. لیتس گو. خب رفقای گل، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. آقا برو بریم سراغ آدم هایی که قدرت خاصی دارن. ما با یک کارایی میکنن که آدم پشماش میریزه، یا میتونم بگم پراشون میریزه. برو بریم که این آدما چه جور آدمایی هستن. برو بریم. خب آقا اولیه ببینید چی به چیه. یه ماهیه. بچه الان این جزء قدرت آدم است و انقدر که ماهی گیر بوده، ماهیه رو برمیداره میپرونه رو هوا، مرغ دریایی میاد میگیره. مگه میشه؟ این چیه؟ بابا الکی نگو، وایسا. بچه نمیدونم واسه چی وقت من اینجوری چیزا میبینم حس میکنم خیلی نوبم. یه حس نوب بودن شدید، مثلا نوب بودنی که از همه طرف داره به نوب وارد میشه. نمیدونم اصلا آدم اصلا خیلی عجیب بوده. این چیه؟ بابا این دست نیست ها، مطمئنم این یک برقی، یک رباتی، یه چیزی تو دستش هست. امکان نداره بتونی اینقدر سری بری. البته خب بعضی واقعا هم زور دارن. یو علی درخت. بابا آقا نیاز نیست اره برقی بخرین، نیازی نیست آقا اصلا نیازی نیست با تبر یا اره برقی بخرین. به جای همون آدمه رو بخرین. آقا این درخت رو قطع میکنه خیلی هم سریع، یعنی اصلا اره برقیه که میتونی باش حرف بزنی، صحبت میکنی، دستشویی میره، همه کارو میکنه. خیلی خوبه واقعا اره برقی. جدی درختو این مشت نبود، این فولاد بود مطمئنم. ایش این بعد میرفت جز اتفاقات 1 در میلیون. این چیه؟ واه حاجی میدونی چی گفت؟ میگه این پرنده غذاش، اون غذایی که ماهی ها دوست دارن میندازه تو آب که ماهی ها بیان نزدیک که ماهیه رو بگیره. بابا تو دیگه کی هستی؟ این به عقل من هنوز نرسید همچین چیزی. یا ماهی رو گرفت. ها؟ باسه ببینم دست یکی دیگه نبود؟ امکان نداره، حس کنم دست یکی دیگه بود. نه دست یکی نگاه، این دسته انگار از بچه تو کامنت ها حتما نظر بده رفقا که این دست خودشه. تو کامنت ها بنویسید دسته، اگر دست دیگه نیاد. دسته، دست کجه. خب بنویسید دست کجه، دست خودشه واقعا یا دست یکی دیگه است. دست یکی دیگه البته فرق نداره، دست یکی دیگه هم باشه، مهم اینه که به این ور دلدا میشه. وای قیافه رجلش شبیه شرکه.
ایش چه خسارتی زد. Unrealistic to you, then you haven't seen this guy yet. Nani? The guy's in a 1,000. چی شد؟ چی شد؟ horsepower Bugatti thought they were going مخم نمیکشه. Some dude in an old این BMW چیه؟ got a text from his girlfriend telling him that she was home alone. واه یوش Just because you ماشین از بوگاتی جلو زد. وای What a catch. ها Everyone thought that the guy in the kayak was fighting for his Inch. life, but it turned out that all he wanted was to catch a wave. اوجی Gnarly, bro. بابا ولمون کن. This is the original. آقا یه سوال، این مگه قرار نبود ویدیوی آدم های با قدرت ماورایی باشه؟ پس چرا چیزای فکر ترکیب از ویدیوهای آدم های قدرتمند با انگار اتفاقات 1 در The میلیون. motorcyclist in the leading role. ولی خب خوبه، متفاوت میشه، خوبه. They ایش say that chivalry is dead, but این چیه؟ it's not. His car sure is though. پرا While everyone else is skipping leg day at the gym, this guy is بابا skipping ول کن. gravity. آجی حس میکنم پام درد This گرفت. is the coolest skier ever because he can do a trick زانو. and become a snowboarder at the same time. وای از دستش در رفت. They report this guy to the admins because he's definitely using an aimbot cheat code. Seriously, right into the fly? پ حاجی یعنی واقعا غیر از کلمه پشمام چیز دیگه نمیتونم بگم، چون واقعا ریخت. ریختش حاجی. عنکبوتو با تیرکمون نه تو خونش. بعد اون وقت ما یه سوسک میبینیم. دمپوی تو دسته، بالش دستته. چه خبره؟ بیا از این یاد بگی. خوابیده؟ تمام جر خورد عنکبوته یا هرچی بود. This is how a SpaceX worker این on چیه؟ vacation opens a beer. نگو که از این برمیگیری. Want to see a retired Jack Sparrow? I'm sorry, Captain جک اسپارو چیکار میکنه؟ من سفر رو بزرگ کنم. آجی داره روی چوب راه میره. Because he knows all رو the آب. shortcuts. این چی؟ وای وای See? I told you he knows what he's... آقا طرف فکر کرد کل کوه همینجوری باید دید. وای ادر See? I told you he knows what he's doing. And... تو الان زنده یا روحی؟ Now, this is the definition شاید of the این- word balance. اینو نگاه کن، اینو نگاه. راه حل Here's اشوگری. a typical audition to be a presenter این on the چیه؟ sports channel. Stojkoviću želim ovakvu odbranu. Nice. Ja sam Sara Damjanović. نایس خوب واقعی من. Sure, your sporty BMW may be going 200 kilometers an hour, and that's pretty زن cool. هم ماشالله Wait for the real. قدرت عجب و عجبی دارن ها. پام در گرفت. If you feel like nothing can surprise you in 2022, then here's your first real حاجی من اینا رو باور ندارم که میگن خودشونو میتونی با خودتونو نگاش. زیاد شیدم که آدم میتونن با قدرت ذهنشون خودشونو بیارن رو هوا، ولی خب بعید میدونم واقعا. اگر واقعی باشه خب اصلا امکان نداره. Relax. This guy just knows how to use some magnets, a Tesla coil, and a generator.
ها Things are just another side. کار مگنت بود. اوکی. لعنتی زنها یه کاری یاد دارن که ما پسر باید تو خوابمونم مگه میشه بابا. البته خب در عوض ما هم کارا یاد داریم که ها این بده، اینه که بده. اینو You're about to find out why this guy is cooler than ice in 3, 2, 1. سرعت دست رو دیدین؟ Sure, Quattro all-wheel Parash drive is is cool and all, that- but horses have four-wheel drive out of competition. یو میگه شتاب اسب از Get ready for the most synchronized. وای این فنرها خیلی دوستم ماشالله ماشالله واقعا Most harmless form of kung fu. خیلی خوبه. واه This ratatouille Wow. wanted to show the chicken. اصلا his چه boss. شوقی کردم The یهویی. chicken had a black belt in martial arts. موشه مرغ رو زد. این چیه؟ You might be thinking that she almost وای fell, داره but she's میفته. actually totally safe. تعادلش She's رفت. wearing a mask. When this little tractor came to the rescue, What? the truck driver thought it was a joke, but he's the one who turned out to be a joke. بله. This driver's pit stop team only had one hammer to share amongst all of them, but that wasn't a این چیه؟ problem at all. If you can fix things with one punch too, tell us in the comments. When you hire this sniper, not even نه a فهمیدم drop of چی rain بودی. can get close to you. Literally. بابا ولمون کن تو رو خدا. مگه میشه قطره رو هوا بزنی؟ To choose any superpower, she chose the ability to draw اینو نگاه. circles. Here's how the best physical education teacher goes to work. ماشاءالله واقعا. یعنی دمتون This guy گرم. is a professional, and now he's about to prove that اینو دیدین؟ من حواسم نبود. این سخت ها. این نه بعد این نه؟ البته اون سخت بود. این this guy's a اول professional. نه Now, سخته. even the pros get the dumbest این ideas چیه؟ in the world. Do not try this yourself. راحت یس. این چیه؟ I would go to this fashion show. Damn, Huh? these critics are impossible to impress. چجوری باد داشت؟ Before you ask her on a date, you first have to beat her in billiards. Spoiler, it's impossible. بابا Why isn't it possible? It's just not. Why? Okay, I take back everything I've said. There Ino. are superheroes among us. If you know how she did that, please Superhero. tell me in the comments. واقعا This سوپر. guy's living his best life for sure. چجور رو دیوار بود اون؟ اوه وی For وی some people, graduation is that Guys, happy the stage body, of their wee. lives, but for this woman, it's just the beginning of motorcycle season. خب It seems like she doesn't know how to lift a barbell correctly, but it's actually her unique leg exercise. سلا This service only comes with the top tier. آقا یه سال بچه حساب زدم خیلی چیز سختی این که بخوای پاد پاد 108 این 200 بود. این 200 واقعا 300 واقعا نه چند ولی با پاهات وزنه بابا ولی عجب چیزی این Auto بوده. insurance agent. شوخی میکنم. لامبورگینی رو داره راه میبره. This is the bicycle MashaAllah. version of a monster truck. اینو تایر کامیون وصل So کرده به amazing at roller skating, she must have been born with them on her feet. راحت.
چه عشقی میکنه. The brochure said that the coach used the most چه unusual چیزایی یاد دارن، یعنی واقعا از خودم ناامید شدم. Well, it wasn't lying. This guy's been banned from the NBA because باشی دهنت سرویس. اونو گذاشته بودم واسه تمرین، خود تمرینه اومد اینو زد. nobody that's against him can get the ball into the این net. چیه؟ پرام. And that's all for today. Tell us who surprised you the most in the comments. خب آقا مثل که تمام شد. خیلی گلاخ بود، خیلی گلاخ بود. خب رفقا مثل بود تماش کردین. اگر خوش اومد ویدیو حتما لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظر در کامنت بنویسید که خیلی بهم انرژی میده، مخصوصا کامنت های انگلیسی، و اگر دوست داشتم فارسی هم میتونید بذارید، ولی خب انگلیسی دیگه پاک نمیشه و با خیال راحت‌تر میتونید کامنت بذارید. خلاصه اگر دوست دارید یه پارت دیگه از ویدیو ببینید توی کامنت ها بنویسید و که خیلی خوشحال میشم. دمتون گرم، اشتراکتون و تا ویدیو بعدی میبینمتون. مراقب خودتون باشید و فعلا خدا نگهدار.